جای سنتی دیدم به جایی وطن بی سر بخواد گرده سمایی گاهی خورنده شده میزاد و دو خنجر دارد و 8 دست پایی عجایب سنتی دیدم شب دوش که عقلم گم شد و ضایع شدم هوش جواب این ما را بگوید و چه حیوانیست که بچه زایدم از گوش به تو گویم حدیث پی برادر و زو میراث پدر عبدت منظر میان پی پسر خواهر نباشد و کدام یک میبرند میراث بیشتر پسینی آمد و وقت نمازن و سخن گفتن به نادانان حرامن چه مرغیست اون که دارد 60 پهلو بخوردن 30 حلال و 30 حرامن